در روزهای اولی که ما در تاجیکستان مخصوصا در مرکز دوشنبه میدان ها شروع شد و ما یکی از اساسگزارهای حزب نهضت اسلامی در ولایت سابق کلاب، لیکن خصوصا انا اساسگزار یعنی حزب نهضت اسلامی در کل تاجیکستان خصوصا در ولایت سابق کلاب بگیم ده اساسگزار بودیم و هستیم. ما چند قدر که دستمان آمد مردم ولایت کلاب به جمع آمد به میدان شهیدان دعوت کردیم تا چند که قدرت داشتیم آوردیم و مردم را یعنی سرجم کردیم در میدان شهیدان. لیکن ما از یک چیز بخبر بدیم، ما نمیدونستیم که این جنگی تحمیلی است. ما هیچ چیز درک نمیکردیم. ایران یک کاری کرد که مردم ما را جزیر کرد و در اروتپا برآمد داشتیم. ما گفتم که انا حزب نهضت اسلامی حزب تروریست و اکستریمیست است. بعد یک زنه خست این 4 سال پیش بده دلیل حجت تبیار گفت که تروریست اکستریمیست با کلام حجت دلیل میگوی. گفتم خواهر چند سال شد حزب نهضت؟ گفت که 10 سال. من گفتم خواهر ما اساسگزار حزب نهضت اسلامی ایم در جمهوری تاجیکستان، لیکن خصوصا در ولایت کلاب و دلیل حجت خودم گفتم. همین خیلی خود دوری خواهر هزارها تاش ما بیوه کردیم. همینطوری فرزندای دوج شتگی همینطوری میلیون ها تاش ما یتیم کردیم. دیگه ایده گفتم دلیل حجت خوب نمیشوه. ما دو تا قهرمان داریم. قهرمان جنگ نهضت اسلامی، قهرمان صلح پیشوای ملت. برای چه قهرمان جنگ؟ برای که چه حزب حرکت بود در اطراف ما پیشواشان بدیم. برای چه قهرمان صلح؟ برای که روسیه هم، ایران هم، اشخاباد هم، قزاقستان هم، افغانستان هم، پاکستان هم همه در اطراف جناب عالی پیشوای ملت صلح شوه، ملت تباه نشوه گفته جمع میشیدن. اما من میخوام مشخصا بگم که بگن این شخص که همین حمله بالای زستوی 12 فرمانی کی بود؟ سپارش کی بود؟ عبدالله نوری مرا دعوت کرد به طرف تخار. ما در راستی شرابات زستوی 12 ده مرا به تخار دعوت کردن، پاکستان روی کردن. معاونم قماندان یحیی میگفتن خدا رحمتش کنه ای چی بود؟ ای سویتسکی چلچه کلاب. او را میگن که نیسته تو میزنی. میخیزن همین کارا میکنن، میزنن. خیلی همین حادثه ای که برادر گفت توری میگه. شخصا اشتراک کردید با داملا شما؟ این موافق گفته قرآن راهبر یک تا میشوه، زننده 100 تا. راهبر باشه نباشه به همون نام ختم میشوه. ما در پاکستان بودم، جبهه ما در قماندانم زدن به نام ما ثبت میشم، ما گویا زدم نباشن نبودم. این شاهد این همیجا حمد سلطان زنده ای قطعی ما بود. همه حوض بگه که ملا عبدالرحیم همونجا بود گپی خداد بگه که نه نبود اینا ایستادگی پیش مونده. گپایی که مثلا بعد پیدا شد و بعد انا چی کردن، حتی اینا هم تنقید هم کردن که این سمزمانی این کار نکرده است و خودش رو تعریف میکنه. بله این در اونجا اشتراک کردگی نیست. اگر خودتون گناهگار بودید در جنگ برای چی آمدید و وظیفه گرفتید؟ وظیفه را اگر به شرط ما هم نمیگرفتیم یا تایگه میگرفتش. شما تاریخ این کار کردین تا همین امروز در تاریخ نگاری هم داخلی هم خارجی میگن که حزب نهضت اسلام با وهابیگری متهم میکردن، ولی شما اومدین با شیعه‌گری متهم کردین. چی میگین؟ سوال یک کس را جواب شما در همون اولی که افغانستان رفتم غلام محمد آریانپور مرا گفت که شما شیعه بدستین کو
همون شیعه بودن بعد همونجا فهمیدم تا همون چرا خیال میکنم من رویه وهابی های نه وهابی نبوده است. این گمراهی ما و شما که تاریخ جهانبینی را علم کافی نداشته بودستیم. به هیچ گفتش موافقت کردن نمیتونم، زیرا که من دوام 20 سال همین حادثه را پیگیری میکنم. آنچه که پوبلیستیکی تاریخی اسرار هجوم به دیدبانگاه 12 را در حجم قریب 30-40 صفحه، قریب 90 صفحه علاقه تهیه کردم، به چاپ آماده کردم، خواندن. خب ولی من بعد روز 4 ایولی که در نزد جناب عالی اقرار گشتند که در حقیقت من 12 دیدبانگاه 12 را زدم، تماما من تحلیل جنگ رو دیگر کردم. به فکر من این شخص در زیر تاثیر جریان سلفیه قرار دارد و اون نظریه سلفیه در گفته‌هاش با طور خیلی روشن معلوم است.